سلام دوستان عزیز، من محمد PCSX هستم و خوش اومدید به ویدیوم. در این ویدیو اومدم به شما آموزش کار و شناخت MySQL آموزش بدم که چجوری میتونید یه دونه MySQL یا همون دیتابیس ایجاد کنیم، یه دونه تیبل ایجاد کنیم و با این برنامه آشنا باشین که چه چیزایی نیاز داره باید نصبش کنیم و چجوری میتونیم استفاده کنیم و کاربردش چجوریه. میخوام به صورت خیلی آسان‌تر یاد بدم و برای کسایی هستن که اصلا بلد نیستن، اصلا نمیدونن چی کار باید کنم، اینو رو آموزش میدم. اگرم بلد هستن برای قسمتایی هستش که آشناشم با برنامه. خب ما وارد سرچ مایکروسافت میشیم که حالا میتونید از طریق کروم چیزای دیگه هم بریم. ما اینجا داخل سرچ داخل اینترنت می‌نویسیم زمپ. ما داخل سرچ های گوگل اینو سرچ میکنیم زمپ. دقیقاً همین. با سرچ کردن این حتی میتونید برین داخل سایت های ایرانی یا داخل سایت خودش میتونید برنامه زمپ دانلود کنید. یه برنامه دیگه هم نیاز دارین HDSQL که این برنامه کار شما رو آسون میکنه که اصلا نیاز نیست، اجبارم نیست نصب کنید، ولی برای کسایی هستن که مثلا خیلی دوست دارن راحت‌تر و آسون‌تری و امکانات بهتری روش کار کنم. داخل سرچ بعدی یکی از برنامه همینی که گفتم این برنامه HDSQL. اول مهمترینش که زمپ باید حتما زمپ رو نصب کنیم. وارد سایت اصلیش میشین یا میتونید سایت ایرانی شیم. ما وارد این قسمت میشیم که نمیشه دانلود برای کدوم پلتفرم میخوای، برای لینوکس یا چیزای دیگه که ما برای ویندوز میخوایم. به این کلیک میکنیم و وارد یه قسمتی میشیم و یور دانلود اینجا میگه به این قسمت کلیک کن که بتونی دانلودش کنی. ما وارد این قسمت میشه، این دانلود اینجا رو میذاره. حالا اینجا یه تایمی داره و وایس اینکه تایمش تموم شه که دانلودش کنی. خب از ما پرسیده که میخوای دانلودش کنی که حجمش حدودا 150 مگابایته که حالا فرقی نمیکنه با شما داریم با چی دانلود میکنی، یا با برنامه اصلیش دانلود میکنی یا برنامه ADM دانلود میکنیم، فرق خاصی نمیکنه. من شروع دانلود میزنم. برای نصب بعدی HDSQL هست که نیازی هم نیست نصبش کنی، ولی برای کسایی که اصلا تازه واردین هستن خیلی پیشنهاد خوبیه، یا اگر دوست داری کارت خیلی آسون‌تر شه این برنامه خیلی کارت آسون میکنه. وارد سایت اصلیش میشیم یا داخل سایت ایرانی که یک برنامه خوب رایگانه. این قسمت دانلود رو کلیک میکنیم، اینجا میزنیم که برای 32 بیت و 64 بیت هم پشتیبانی میشه و این دانلود اینجا رو میزنیم که این برنامه زیاد حجم خاصی نداره، 40 مگابایت و اینجا شروع دانلود رو میزنیم و منتظر میمونیم این دوتا نصب شه. ما برنامه زمپ رو نصب کردیم، حالا این برنامه زمپ رو باز میکنیم که اینجا داره میگه ویلکام تو زمپ خوش اومده، این چیز خاصی نیست. اوکی میزنیم. این قسمت نصب زمپ. برای نصب کردن برنامه زمپ خیلی آسونه. این قسمت آقا میزنه که یه خوش اومدگویی از زمپ میگه نکست رو میزنیم. اینجا هم که چند تا از آپشناش میتونید تیکاشو بردارین که همش سر جای خودش باشه که به همشون نیاز داریم. اگه نیاز نداشتی با شناخت داشتی میتونی خاموشش کنی که فعلا سر جاش میذاریم باشه. نکست رو میزنیم. قسمت میگه آدرس نصب پوشه فایل نصبی. مثلا این پوشه رو میبینیم فایل نصبیش میگه کدوم درایو قرار بگیره. ما یه چند تا درایو داریم دیگه. ما به صورت پیش‌فرض کاری نداریم، یا اگه میخواد تغییر بدیم این قسمت کلیک میکنی، آدرس فولدرت انتخاب میکنی که کجا میخوای نصب شه. یا بعد از انتخاب احتمالاً اسم پوشه بپره یه دونه صورت اسلش زمپ براش بذارین که پوشه اینجوری متلاشی نشه، اینجوری پخش نشه روی درایو. حالا ما همون تو درایو سی میذاریم، کاری باش نداریم. نکست رو میزنیم. اینجا میگه چه زبانی باشه که تو زبان داره که ما زبان انگلیسی رو میذاریم. نکست رو میزنیم که آیا میخواد نصب کنی، آیا آماده هستی؟ بله. منتظر میمونی که کامل برنامه نصب شه. در این قسمت HDSQL ما نصب شد. حالا HDSQL خودمون رو باز میکنیم. یه برنامه خیلی خوبیه. این قسمتی که برای شما اومده از شما پرسیده که آقا این اینستال برای همه یوزرها یا فقط برای خوده؟ یوزر منظورش چیه؟ اینجا برای کسایی هستن که برای کامپیوتر خودشون یوزر ساختن، اکانت ساختن که دو نفره مثلا از این یوزر استفاده کنن، یا مثل کامپیوتر سرور رو از این حرف که مثلا اگه برادر از همین کامپیوتر ولی از یه یوزر دیگه استفاده میکنه، میتونی برای اینم بزنی که اینم اگه برنامه رو نیاز استفاده کنه. اگر نه برای خودت بزن که من فقط کامپیوتر شخصی خودمه، از سیستم خودم استفاده میکنم. این اینستال فرمی رو میذارن که فقط این اینستال فقط برای من. به این کلیک میکنم. الان برنامه اینجا باز شد. یه چند تا چیز نوشته که اینا قوانیناشه، توضیحاتشه که اگه خاصی میتونیم بریم بخونیم چه سالی اومده، چه سالی داره آپدیت میشه، از این حرفا. آقا من زدم قوانینشو خوندم، اکسپت میکنم، این تیکو میزنم که نکست من باز شه. راست میگی؟ میزنم بعدی. اینجا هم که فایل نصبی که کاری خاصی هم باش ندارم، مثل همیشه میذارم تو درایو سی بمونه، یا اگه دوست دارین میتونین تغییر بدین. نکست رو میزنم. میام بعدی. اینجا هم که داده های یه داده هایی هست تو قسمت داکیومنت، این چیزا یه دونه فولدر ایجاد میکنه که یه حالت مثل بکاپ گیری چیزی برای شما میذاره که میتونی از اون استفاده کنین. یا اگه نمیخواد دکمه تیک don't create start menu فولدر رو بزنین کریت نمیشه. اگر خاصی میخواید داشته باشین میتونین داشته باشین. حالا من میخوام داشته باشم، گزینه رو غیر فعال میکنم. نکست رو میزنم. اینجا از من پرسیده آقا
وقتی که برنامه نصب شد کرییت دسکتاپ آیکون شه. منظورش چیه؟ اینو میبینید اینجاست، یه حالت برنامه میگه مثل این بیاد اینجا. بله تیکش روشن باشه یعنی بیاد دیگه. اینا بقیه چیزای دیگه شه کار با این قسمتاش نداریم، بذار همون خودش فعال باشه. این نکست رو میزنی و اینستال رو میزنی. برنامه به این سرعتی که داریم میبینین داره نصب میشه و خیلی به همین سرعتی که خواستیم برنامه اینستال شد. و اینجا که آیا میخوای لانچ کنی؟ فعلا نه، لانچ یعنی به صورت اتوماتیک خودش باز میکنه که کاری نداریم. فعلا میری رو زمپ. برنامه زمپ نصب شد. از شما یه دونه دسترسی مثل این خواست. اگر برای شما نیومده به صورت اتوماتیک تایید شده. اینجا الان اساس میزنیم، یه دونه دسترسی بهش میدیم، میگه به صورت اتوماتیک این برنامه رو باز کنم یا نه. آقا فینیش رو بزنین، به صورت اتوماتیک الان زمپ برای شما باز میشه که داریم میبینید. این الان برنامه زمپ شماه. یک برنامه خلاصه شده که الان دقیقاً توضیح میدم که زمپ چیه. قبلش حالا شما بگن که این شورتکات اینجا ایجاد نمیکنه، بگیم این کجاست. این مثلا برای پیدا کردنش وارد همین درویسی میشیم، همون قسمتی که فایل نصبی زمپ رو مشخص کردیم. قسمت زمپ پایینتر اینجاست. زمپ کنترل رو کلیک میکنید و این باز میشه. اینجا کلیک راست میکنید، پین تکستابو میزنید، این قسمت پین میشه. اگر نخواستین قسمت استارت رو میزنید. اینجا زمپ خودتون رو حالت ذخیره میکنه. اگر تو این قسمت اومده پین یور استارت میکنه یا همون داخل هم پول داره. یعنی اینجا کلیک کنم مثلا به این قسمت داره به نام پین استارت که میاد قسمت اینجا قرار میگیره. حالا بریم سر اصل مطلب. در برنامه زمپ کار با دیتابیس داریم. دیتابیس همون SQL. ما SQL همون چیزی که ما دنبالشیم. حالا این بقیه اینا چی ان؟ به شما میگن که آپاچی برای سایت، ما SQL برای دیتابیس. حالا بقیه‌اش دیگه کار نداریم. این بالایی شاید به کار شما اومده که ویدیو ما فعلا با این نیستش که اگر میخواید سایت بسازین که به دوستان خودتون سایت رو نشون بدین از طریق اینترنت، VPS چیزای دیگه، میتونین این گزینه رو فعال کنین و IP خودتون و سایت خودتون رو رونمایی کنین. ما امروز کار با MySQL داریم. MySQL رو اینجا استارت میزنیم و به همین سادگی MySQL شما وصل شد. حالا یه توضیح در مورد این برنامه بدن. زمپ چی هست؟ زمپ به صورت خلاصه چند تا از این آپشن هایی که داریم میبینین رو خلاصی کرده، کم هش کرده، تو این قرارش داده. با کلیک کردن میتونید استارت کنی و از شما چیزای سختی نخواسته و این روزشون کلا خلاصه شده میتونید نصبش کنید. حالا ما MySQL خود برنامه‌اش هم داریم. برنامه‌اش از شما مثلا یوزر بعد بذاریم، سخت، حجمش بالای 600 مگابایت، ماژول داره، این چیزا داره، بعد نصشه و این تفاوت این با اون خیلی زیاده. ولی این ساده تر به شما تحویل میده، یعنی کانفیگش 100% نیست. ولی برای کسایی که تازه وارد هستن این خیلی به دردشون میخوره و با یه چیز ساده درست کنن زمپ کارشون رو راه میندازه. حتی آپاچی که سایتشون رو میخواد سریع راه بندازن، چون در اصل اینا همه جدا هستن ولی تو زمپ کم حجم و فشرده و آپشنای خیلی پیشرفته روش ایجاد کرده و اینو میتونید نصب کنید. وقتی که استارت بزنین به صورت موفقیت الان اجرا شده. استاپ یعنی خاموش کردنشه، استارت هم که برای روشن کردنشه. این قسمت ادمین داریم. ادمین به معنی مدیریت. برای باز کردن ادمین نیاز به آپاچی دارین که این آپاچی کار شما راه میندازه. شاید الان داخل سایت شما یه ارور بده که همچین چیزی پیدا نشد. کلیک کنین فیکس شده چون نیاز به آپاچی داشته. به این قسمت کلیک میکنیم. الان ما وارد قسمت مدیریت MySQL شدیم که این قسمت میتونیم مدیریت کنیم، تیبل بسازیم و چیزهای دیگه بسازیم. ولی ما آموزش ما فعلا با PHPMyAdmin نیستش که قرار HDSQL آموزش بدیم که اولش با دیدن این چیه یکم شاید گیج کننده باشه از نظر طراحی، چیزی که مثلا کلیک راست نداره، کلیک راست اونجوری میخوای نداره. بعد این قسمت بریم اینجا حالت تب بندی داره. برنامه HDSQL برنامه خیلی خلاصه شده و جمع و جور شده و از نظر قیافه‌ای هم یکم خوشگل‌تره. میتونیم از HDSQL استفاده کنیم. واسه ما امروز کار با PHPMyAdmin نداریم، با HDSQL داریم. HDSQL واسه همین پیشنهاد داده بودم. PHP اگر میخواد بسازین، اگر تو ویدیو داخل کامنت ها بگین ادامهشو با PHP رو آموزش میدم. یه کاری با این نداریم. قبلش اینو به شما بگم که SQL رو حتما استال کنین. اگر نیازم به آپاچی دیگه نداریم چون آپاچی برای PHPMyAdmin بود. اینو میبندیم و این قسمت برای شما حالت مینیمایز قرار گرفته. در این قسمت شما نیاز به یه دونه سیزن دارین. حالا سیزن چیه؟ چیز خاصی نیست. این قسمت نیو رو میزنیم، یه اسمی برای حالا سیزن چیزی میذاریم، حالا حجم مال خودش میذارم. اینجا هم که خلاصه شده که خودش به صورت پیش‌فرض میدونین چی باید بذاره. مثلا اسمش میذاره روت، لوکال هاست که آی پی اینا رو دقیقاً به شما میگن چیه. اینجا شما باید آی پی یا هاست نیمتون رو بدین که در اصل این شماره رو به صورت پیش‌فرض روش قرار گرفته که به معنی لوکال هاست میشه، یعنی آی پی خانگی. تو سیستم شما در حال اجرای این زمپ خودش پیدا میکنه آدرسشو و به صورت پیش‌فرض یوزرنیم شما روته و پسورد هم نداریم. ولی ما اسکیل از پسورد اینا رو حتما میذاشیم. اینی که گذاشتی فقط اوپن میزنی و اون دیگه سیو میمونه.
الان این برنامه که دارین میبینین HDSQL که خیلی مثلا با قبلی آسان‌تر. قبلی از نظر یه قسمت شاید آسان‌تره، یه قسمت هم میشه گفت سخت‌تره. مثلا ادیت کردنش داخل PHP MyAdmin سخت‌تره. ما اینجا یه عالمه دیتابیس داریم. اینایی که داریم میبینین دیتابیس ما. دیتابیس به معنی فارسی پایگاه داده میشه. این قسمت پایگاه داده داریم که کاری با این پایگاه داده ها نداریم که به صورت پیش‌فرض خود زمپو که نصب می‌کنیم اینا رو پیش‌فرض برای PHP و این چیزا میذاره. ما روی این یک کلیک راست می‌کنیم، اینجا کریت نیو رو میزنیم، ایجاد کردن یه چیز جدید، دیتابیس. اینجا ما یه اسمی میدیم، مثلا اسمشو میدیم تست یا هر چیز دیگه، ولی ما چون یه دونه تست داریم نباید اسمشون یکی باشه، مثلا میدیم تست 2. تست حالا پیش‌وقت خودش هم میذاره. و اینجا قسمت دومی باید زبان مشخص کنیم که میگه کجاست که بریم پایین این قسمت یکم بالاتر وسطاش نمیشه پرشین که زبان فارسی هم پشتیبانی کنه، مگر نه اینو نزنی زبان فارسی به صورت علامت سوال نشون داده میشه و انگار ایراد خورده و همچین زبانی وجود نداره. واسه همین اینو بزنین که مشکلات شما رفع شه و با زدن اوکی این ایجاد میشه. به همین سادگی. داخل دیتابیس چند تا تیبل قرار دادن که به معنی فارسی میشه جدول. جدول چیه؟ مثلا یه دونه تیبل داره، یه دونه که نداره، وزارت داره. به این کلیک میکنین که ماشاءالله خیلی هم زیاد دارن. اینو ببینید من به این PHP MyAdmin کلیک کردم، میبینید که یه عالمه تیبل داره که اینا تیبلن. حالا تیبل چه به درد میخوره؟ تیبل میتونم مثال بزنم. بکن شما یه دونه سایت دارین، یه دونه بازی دارین یا یه چیز داریم که برای مثلا اون سایت باید یه دونه یوزر مشخص کنین داخل تیبله. یوزر که مشخص کردی داخل خود یوزر مثلا میگی طرف مثلا یوزرنیمش چیه، پسوردش چیه، مثلا امکاناتش چیه، چند سالشه و از این حرفا. ما هم همین کارو میکنیم داخل همین تست. اینجا مثلا میشه روی یه دونه کلیک راست میکنیم که نیو رو میزنیم. این دفعه دیگه دیتابیس غیب شده چون دارن داخل خود دیتابیس انجام میدیم. دیتابیس ایجاد نمیشه. تو دیتابیس تیبل رو ایجاد میکنیم که همون به معنی فارسی جدول. اینجا شاید یه چیز خیلی بزرگ و عجیبی دیده باشین، چیز خاصی نیست. اینجا میگه اسم تیبل چیه. اینجا ما مثلا اسمش رو میدیم به نام یوزر، اکانت، همه چی، هر چی اصلا دل بخوای هر چی که دوست داری میتونی بدی. حالا ما میدیم مثلا یوزر. بعد اینجا پایینتر که یوزر ساخته حالا توضیحات چیزای دیگه داره که نیازی هیچ کدوم نیست بدیم، فقط این قسمت ادو میزنیم. برای مثال یه فیلد ایجاد کنیم. فیلد چیه؟ بذار من اینو سیو نگه دارم. یه سیو رو میزنیم که ذخیره میشه. میبینین بذار فیلد رو دقیقاً بگم فیلد چیه. برای مثال دیتابیس این تیبل کلیک میکنین یه چند تا فیلد داره، اینا رو ببینید، اینا فیلد. حالا فیلد دقیقاً چیه؟ فیلد اینجوری که مثلا اینجا نمیشه یوزر نیم، مثلا اسم طرف میشه یوزر نیم، اینجا پسورد، اینجا فلان، که مثلا بعدی داره، شماره داره. حالا یکی میسازیم ببینیم چجوریه. برای ادیت کردنش هم چیز خیلی سخت نیست. این قسمت تیبل یوزر میاد، اینجا میتونی ادیت کنی داخل بیس. ادیت کردنش هم خیلی راحته. اینجا چی میدی؟ برای مثال مثلا میدن یوزر نیم، انگار برای سایت دارن. یه دونه سایتی که یوزر نیم داره دیگه، برای سایت یوزر نیم، پسورد، چیز خاصی نمیخواد. حالا چیزای دیگه هم میتونیم بدیم، مثلا برای بازی مثال میزنم، مثلا شماره تفنگ و هر چیزی. اینجا از شما میپرسه دیتا تایپش چیه. دیتا تایپ میگه نوعش چیه. آقا متنی، شماره، خب 100% متنیه. متنی که میدین تکست، ولی من پیشنهاد میدم ورچر بذاریم. پیشنهاد مناسبیه برای سیستم که این همون حالت تکستیه ولی خودش تنظیم کرده چه سایز چه اندازه‌ای برای این مناسب یوزرنیم. پیشنهاد خوبیه. قسمت بعدی مثلا میذاریم پسورد. خب پسورد که همون هرکر میذاریم، همونم پیشنهاد خیلی خوبیه. حالا یه چیز دیگه هم اضافه کنیم، ببینم آیدی. خودش بذار اتوماتیک بعدیش که این بود اینم خودش ایجاد میکنه. حالا ما میذاریم آیدی رو میذاریم شماره دیگه یه دونه آیدی داره. ولی حالا ما خود ببینیم بالا چیکار میکنه، یا میکشیم میبریم بالا یا با این تیکا بالا پایینش میکنیم به همین راحتی. ما اینو ایجاد کردیم، سیو رو میزنیم، وارد دیتابیس میشیم. حالا ما اینجا میخوام یه دونه یوزر اینا ایجاد کنیم. کلیک راست رو اینجا میکنیم، اینسرت رو میزنیم که اینسرت آیدیش چی باشه. مثلا من اول یوزر نمیشه میدم، مثلا میدم محمد، پسوردم میدم 1 2 3 4 5. این رمز قویه. اینه که رمز ما و یوزرنیم ما اینجوری قرار گرفته، ولی آیدی باید دستی وارد کنی. آیدی هم مثلا میدیم مثلا 1 2 8. ولی شما حوصله ندارین یک بدین فلان بدین، به صورت اتوماتیک خیلی دوست دارین باشه. چی کار میکنی؟ شما میتونم پیشنهاد بدم این کار. برین داخل قسمت یوزر، به این قسمت کلیک کنید. کلیک راست اینجا کرت نیو ایندکس رو بزنید که پریمیری کنید. پریمیری منظورش که یعنی آیدی که شبیه اونه، یعنی یه دونه آیدی یک داریم، یه دونه آیدی یک اون یکی داریم که این دوتا شبیه هم هستن قبول
میکنه این آیدی رو، میگه باید آیدیش یه شماره دیگه باشه، مثلا 2 باشه 3 باشه، اگر کسی از این آیدی استفاده نکنه. پریمیری پیشنهاد خوبیه. و این قسمت جلوتر دیفالت میزنیم. قسمت تو قسمت تب دیفالت وقتی که کلیک کردیم اینجا یک حالت منوی باز میشه. این قسمت اگر این تیک کاستوم رو بزنید میتونید چیزای خودتون رو وارد کنید، ولی ما کاری با این قسمت نداریم. ما این قسمت اتو کار داریم. این اتو تیکش رو میزنیم اوکی و به صورت اتوماتیک وقتی سیو زدیم یه دونه اینزین رو کنیم. یا مثلا من میدیم اسمش رو علی، اینجا هم رمزش 1 2 3. اینجا ول کنیم خودش میره تو. خودش یعنی فهمیده، یعنی خودش میره شماره بعدی. حالا برای مثال بگین شماره ها ایراد خوردن، مثلا این 8 ولی بیشتر داره شما مثلا دیگه از 2 اینا شروع نمیکنه. حالا ما یه دونه اینزت این رو کنیم، یه داده مثلا الکی بدیم بهش، میبینی که از 9 شروع میشه دیگه از 2 شروع نمیشه. خب چیکار میکنیم؟ برای این کار خیلی خلاصه ایه. قبلش بعد اینجا رو اول جمعش کنیم. اینجا مثلا میدیم 2 ولی دیگه میبینی از 2 شروع نمیشه. اینم میزنیم میبینی که از 10 تا همینجوری میره بالا. چیکار کنیم بتونیم جمعش کنیم؟ اینم به شما بگم. روی این کلیک راست میکنیم برای پاک کردن دیلیت سدک رو میزنیم که نیازش ندونه پاکش. دو قسمت تیبل یوزر همون جایی که دستکاریش میکردیم. یه دومی داره آپشن تنظیمات. اینجا ببینید که بیشتر رفته رو 9. حالا 0 بذاریم خودش تنظیم میکنه رو چند بعد بره رو 3. این رو کنم محمد 2 رمزم 1 میبینید که شماره فیکس شد. به همین راحتی. اینم از برنامه هدی اسکیول و زم. مرسی که ویدیو منو تا آخر دیدی. اگر از ویدیو من خوشت اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. با لایک کردن این چیزا به من انرژی میدین، ویدیوامو به خوبی ادامه میدم. تا اینجا آموزش بود و خدا نگهدار شما.